دوستان عزیز السلام علیکم. تو آخر بدیخت گوش کنید، تماشا کنید. ما الحمدلله صبح سلامت اومدیم. بسیار سوالا میتیه که بابا جان هر روز میره یا فقیر الهی کنی. ای برادر عزیز، منم عمه و خاله و اهل بیت پدر الحمدلله عمکا دارم میخوام وای رو میکنم. اما ما که بلاگر هستم الحمدلله حرکت میکنیم لقمه حلال بخوریم. ما را همچون رکلام روی میکنیم کم کم یاردمچی راه بلدا که سختی بر نکنید. دوستان عزیز من ویدیو درست‌تر تماشا کنید. چخیر رفتیم چخیر تماشا کنیم اومدیم مقصد همه اینترس نگید بهتر کنیم. اما از یکم میگم 10 نفر دیگر لازم روزی 31 پرواز است. ما الحمدلله روزی 16 هم روی کردیم 18 هم روی کردیم. خلاصه از اینکه نه با روی میکنیم روزی 31 $1400 و $1200. $1400 خورد و خوراک سه و خورد و خوراک میدروه، $200 کم شید نمیدروه. اما گسینسوها نزدیک، شرایط خوب، راه بلدا، تماشا، ویزا همش در درش کلوچینو. خدا نگهدار. این رقم 1673 رو ببینید دوستان. در این رقم زنگ بزنید از نوع بابا جان 88 10 نفر دیگه لازم از چیک مسکو ایدامادید پرواز میکنیم و ان شاء الله بعد دامادید فهمید. خدا نگهدار. برادرکو ویدیو رو تماشا کنید اینترس نگی گپ خبر داد. سلام علیکم برادرو یارسلا و حاجی عزیز. اینایی آدمو کیداچی ام. اصلا شوخی چه گذشت مرد. اکاجون اگه کامبودی نیست ایشالله با سیویازم ما در خدمتیم. اگه کامبودی بود. نه اگه کامبودی باشه وقتی. نه اکاجون اگه کامبودیش نیست. اگه کامبودیش نیست. حالا با خدا نگهدار. سلام. چی در جای خود که ما بودم. وی خود ایست نه با پیرم. اگه خطا نکنم. دوستان عزیز الحمدلله ما ساخت سلامت فرمودیم در چی در شرکتی زنده آمدیم در دم دیدیم الحمدلله. این یحیی بوی پیشواز اومده. سلام علیکم. این ساخت سلامت الحمدلله فرمودیم. خوب کی مونده اویز. دوستان عزیز السلام علیکم و رحمت الله. امروز 11 ینور یعنی شب 12 مایده سفر داریم به طرف روسیه. خیلی سه تونستیم سه کام گرفتیم مقصد انشاءالله چیکار کنیم نشان دادیم با شما را. خداوند همه ما را آمرزه. خدمت اسمس جواب گفتم الحمدلله کسی نگفتم پروردگار ما را ببخشه شما نیز ما را ببخشه. انشاءالله حرکت میکنیم که تا قدر امکان جواب بگیم. بسیاری برادران پرسیدن در حق ما دعا کنیم و هم قطع بگم که ما مسلمان هستیم. المسلم اخو المسلم. مسلمان برادری مسلمان است. انشاءالله در حق همه دعا هستیم. در حق همه دعا کردم خصوصا در حق هموطنان خصوصا در حق برادران همسیفان دوستان همکاران همکسبان همه الحمدلله دعا هستن. خصوصا مردم غریب دعا کردیم انشاءالله. در پیش این مسجد پیغمبر مسجد نبوی انشاءالله قرار داریم. از همجا در حق همه دعا هستم. خداوند همه ما را نگهبان باشه. خیر خوش میکنیم ویدیو میگیم با پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. نگهدار باشه. بعد از ضبط میکنیم در نه بعد نشون خدا نگهدار. دوستان عزیز ما میدان میریم پیش مزار پیغمبر ما محمد صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق عمر فاروق. درسته روز که بازیش میگذاریم سلامتیم انشاءالله. تماشا کنیم نوار اگر نوار کرده بمونه نمونه خاموش میکنیم حرکت میکنیم پروردگار بمونم ساخ سلامت بزگریم بریم اکبر مایده پاوزه کنیم که بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا رسول الله. السلام علیکم حبیب الله. با رستکی نمیماندیان محکم به رازه با تحمیزه نپویان کد سیان کبان پویان میشه. مدبیم که سلام میدم میرم تاریخ ساری چرا محکم کردگی نمیدونم برای چی محکم میکنن. سبحان الله. بسم الله
السلام علیکم. این روضه شاید کمان چند بردن نوارا میشون بوده بیاد. یا سلام علیکم یا رسول الله. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم یا حبیب الله. ننجی خوال یا محمد سرتبردار الزمین، حال امتهای غافلت ببین یا الله. خوب خلاصه دام جای دوستو ما خاموش بکنیم. السلام علیکم یا رسول الله. السلام علیکم یا حبیب الله. السلام علیکم یا رسول الله. السلام علیکم یا حبیب الله. یا محمد سرتبردار الزمین، حال امتهای غافلت ببین یا محمد سرتبردار الزمین، حال امتهای غافلت. اللهم انصر المسلمین فی فلسطین. پروردگار مردمی مظلومی فلسطین آزاد کن از ظلم ظالمان. السلام علیکم یا رسول الله. السلام علیکم یا حبیب الله. خدا علیه جا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، حضرت عمر فاروق، ابوبکر صدیق خوان. خدا ما را نگه بداره. خدا همه شما را به جای مقدس نصیب گردن. همه نصیب گردن به جای مقدس. السلام علیکم یا رسول الله. السلام علیکم السلام علیکم یا رسول الله. السلام علیکم یا حبیب الله. یا محمد سرتبردار الزمین، حال امتهای غافلت ببین یا محمد سرتبردار الزمین، حال امتهای غافلت. اللهم انصر المسلمین فی فلسطین. پروردگار مردمی مظلومی فلسطین آزاد کن از ظلم ظالمان. السلام علیکم یا رسول الله. السلام علیکم یا حبیب الله. خدا علیه جا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، حضرت عمر فاروق، ابوبکر صدیق خوان. خدا ما را نگه بداره. خدا همه شما را به جای مقدس نصیب گردن. همه نصیب گردن به جای مقدس. با همشون گروه من 30 نفر. چی؟ که دو تعریف دارم، یعنی که خوراک به خوراک خلاص. حتی گاز نیست و خدمت رسون همش یکه. فقط $200 مینوس میشه حسابی که خوراک نیستم. دیگه همه چیزش هست ان شاء الله. گاز نیست نزدیک میشه ان شاء الله همش. نه آوازی چی کردم؟ آوازی گفت که مایی میکنم. اگر بیان گفت همونجا با آی پی آخری چی؟ آخری چی؟ حج میگم اونجا هم اصلا میدونم یکی تلویزیون میگم چهره معقولم سیالون پدازی میشود نوکرم میشم لیسا میگیرم میگیرم اونجا بشی پاسپورت هم میگیرم وقتی دو رو وارتون بچه ها یوش کم کم صحبت میشن تاسیس نشه همونجا که رفتی هم نگو عمره میریم که سوال حاصله میکردیم بکنه همون میگه چی میگن اهل سنت میگه سلفی هر چی میگن اون اهل سنت بگوش میزنه من دنباله نیستم بسیاری گفتم کلمه
خوش میکنیم ما دو رفته همه ما اینجا شده هر من بذارم دوستون اکن بیداری دانجا دامو جرافته ایشا دامو این آیه 06 هست فهمیدی؟ همین آیه میره آیه دشمن میره یه 06 همونجا اومده بود همین گذاشته که هر طرف جمع شه یا جای دوکی میشه از همونجا سرگم یا جا بگذاره بعد همه تو بره همین از دو برادر و پدر که های دیگر گروه هم سو کرده یا خوش میکنیم سرجم میریم سرجم میریم دوان هر چی من قبول کنه در دوران میریم یکم کاملی زن بزنه اگر حرکت میکنه هر یک توجیه یعنی که البته شما را میفهم شما میگید فور چیف تویوتا رافچین یا دوستان یا $150 سر همین برکت با هم خودی حرکت میکنید با خطابیو راه نرگی اونجا با خودی میفهم تو ما سرجم میکنیم سرجم میکنیم تو راه هست میکنیم میریم بلو میشه قطعا خوش کنم باشه برام باز جا بگذارین اینجا میگذارین بعد قطعا میگوشم اگر که پرسیدن بگوشم زمزم بگن با یک کجا من اون سگ پگاه ما چی منو میشناسم میدونم زمزم آفیسال نه ایو شما کم تر باید نخوی میگند لوبوی کورکن میگند روز بخیر دوستان عزیز چیزلا را ببینیم امروز هفتم ینور با قرار داریم در خانه خدا یعنی در مکه الله هستیم با چیکار می‌کنیم اینجا گوسفند خری اومدیم برای حاجی ها یعنی که جریمه یا حاجی یعنی جنایت کرد یعنی خطا کرد گفتنش یا 3 روز روزه بگی یا که یک گوسفند بخر گفت یک گوسفند میخرم گوسفند را ذبح میکنیم گاه شوخ می‌کنیم قتلش می‌کنیم ذبح میکنیم و با حاجی ها را میکنه میخره این گوسفنده عربی تماشا کنید آخر هذا كله غنم هذا كله مكان 500 مشترك نرخ نوایی گوسفند
نه گوسفندو قیمت هم بود نه گوسفندو دو دفعه دیدادی ندادی خریده بودیم یا قیمت هم قریب $200 یا الله جا میخریش با در چکو میکنی در چی برش میکنه عربات میگیره کشندش میگیره یعنی که همه این نموده این ای خیلی توی پوشو توزه میکنم این ببینید شد قخدی همون که چی هست این که میبرورمش سلام علیکم ماشاءالله تبارکم توی پوشو توزه میکنم پروا میبرورم که چی میگیره میبرش نمیدونم گوسفندو رو برای خیلی ماشین ها میارن ببینی تمام این نمودش نه یک سورا گرفتن یک داشتش کو کریم یک جای گامول بزرگ نیست تروشونه پیشش تروشون بریم ببینی نیست تر بزرگ یعنی که جو دورش تروشون میفروشن نیست رو ببینی خداریان هستن آدمایی که شتر میکشن میفروشن نشتره نرخ نوا میکنن یا نرینن او نوایش مدینه بلدية حق الحكومة هذول حق المساكين يقطع صغير يظبط يحطه في الكيس يظبط محل ما تبغى المزاج حقك انت 150 300 ايوه انا ما اتدخل الا حق المساكين ايوه خيلا قيمتها ما يقع مرة 400 توكل على الله نرخ نواش تغرينا قريب اشتروا نرخ نواش تغرينا قريب يا قيامات قوش تورا کوفی وای خودش یک کماد اون داره ایش باشتر میبره او چی میبره نمیدونم خلاصه که بچه ما شب دارن ولی نرخ نمودارن گوسفند طوری قیمت میتیسن قیمتی باید پیسه $150 $200 پیسه گوسفند ما ایده کن پاکستانی؟ نه عربی بزو چند کیلو گوش میدن یا؟ كم كيلو يجي هذا؟ هذا يجي جدار 35 40 35 کیلو همش تکان ها؟ این همه او تمام دیگه پرودان ها؟ او بزرگ اوجان دیگران